Hello and welcome to this interview, this very special interview where we are really honoured to welcome Mr. Syed Mohammed Javed Hashaminejad, the Secretary General of a very important association called the Habilian Association. Thank you very much for agreeing to take part in this short interview on this particularly very special day. به نام خدا منم سلام عرض میکنم خدمت شما و آرزو میکنم دنیایی داشته باشیم پر از صلح و همزیستی مسالمت آمیز. So for those who may not know, the Habilian Association represents Iranian families of terrorism victims. And as we know, you yourself are also a victim, sir, of terrorism, having lost your dear father, who happened to be a very well-known and well-respected Iranian cleric, in a suicide bombing in 1981, which was carried out by the notorious MEK, the MEK. And we felt it was important to organise this particular interview on the occasion of the UN International Day of Innocent Children Victims of Aggression, which is celebrated annually on the 4th of June. And who could possibly forget the 168 children of Iran who were slaughtered earlier this year on the 28th of February in a triple tap horrific, horrendous terrorist attack in Menab. So while these innocent children were at school learning, playing, just being children, US Israeli terrorists bombed them and made sure that there were so many casualties, along with their teachers, in fact. And that was the trigger of the illegal and unprovoked aggression on Iran. And we want to remember the children of Menab especially today before we proceed with our questions for you, sir, if that's okay. بله قطعا ما در کشور متاسفانه جمع زیادی از مردممون به دست رژیم امریکا و رژیم صهیونیستی به شهادت رسیدن و دلیل اون هم این استش که ما اگر به غزه نگاه بکنیم، چون رژیم صهیونی میگه من هر کاری انجام میدم با آمریکا هماهنگ هستم، کاملا نشون میده که وقتی 92% یک شهر عظیم و پرتراکم رو یه رژیمی نابود میکنه به این شکل، قرار هست به همون نسبت هم مردم عادی و کودکان و زنان کشته بشن که اونها به اهدافشون برسن. معناش این استش که ما به اهدافمون اگه قرار برسیم، کشتن انسانها خیلی خیلی راحت میتونه اتفاق بیفته. این الگو دقیقاً در ایران هم توسط امریکا و رژیم صهیونی اجرا شد. اگر قرار است یک جایی رو بزنیم ولو این که شده جمع زیادی از مردم کشته بشن، حتما باید این کار رو انجام بدن. این شیوه رو ما قبلا هم دیده بودیم. در روش‌های داعش هم همینطور بود. اگر فردی رو می‌خواستن بزنن در کنار رو، اگر 50 نفر آدم هم کشته می‌شد، اون میگه من به هدفم رسیدم. امریکا این کار رو انجام داد. So our first question is if you can please explain a little bit about the situation and the status of children who are victims of war and victims of terrorism in Iran. ما در کشورمون مواجه با گروه‌هایی بودیم و دولت‌هایی. هر دو شیوه‌های واحدی رو به کار می‌بردن: تروریسم و کشتار تروریستی. شامل همه مردم هم بود. از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تا 2 سال پیش حدود 2160 کودک فقط به دست تروریست‌ها ترور شدن و به شهادت رسیدن و از 2 سال پیش تا الان به دست رژیم امریکا حدود 382 نفر در جنگ دوم و حدود 47 نفر در جنگ اولی که رژیم آمریکا و اسرائیل علیه کشور ما انجام دادن. فقط اینا کودکان بودن، صرف نظر از زنان، شهروندان دیگه عادی. کاملا نشون میده که اهدافی که از ابتدای پیروزی انقلاب ایران تا الان دنبال شد تو یک راستاست، با یک روش. گروه‌ها گاهی میان، گروه‌های دهشت افکن و تروریست، و یا مستقیما خود دولت‌هایی که اونها رو حمایت میکردن و به وجود آوردن. به قول خانم کلینتون که میگه ما به وجود آوردیم این گروه‌ها رو در خاورمیانه. Thank you, sir.
And I suppose another question that we have is the question on policies. Like, what policies do you believe have led us to this point where we're losing so many innocent children today to wars and to terrorist acts? دنیا هرچی بگذره بشریت رو به تمدن و رو به پیشرفت و تعقل پیش میره و طبیعتا هرچه دنیا به این سمت پیش بره، آگاهی ملت ها بیشتر بشه، تعقل مردم بیشتر بره، کسانی که دنیا رو با زور هدایت میکردن و احیانا اگر قانونهایی رو هم وضع کردن برای اینکه بتونن همون استعمارگری خودشون رو و زورمداری خودشون رو توجیه بکنن، باز تو همون قالب هم نمی گنجن. یعنی به هر حال دنیا اگر به سمت آگاهی و پیشرفت و تمدن پیش بره، قلدر بازی هایی مثل استعمار و استعمارگری چه در قالب قدیمش چه در قالب جدیدش عرصه برش تنگتر میشه. و لذا ما امروز میبینیم خیلی راحت دولت های قدرتمند قوانین رو زیر پا میذارن، باید بگذارن، چون اگر استعمارگری و سلطه طلبیشون بخواد ادامه پیدا کنه باید قواعد رو کنار بگذارن. مثل اون چیزی که در مورد جنگ علیه ایران اتفاق افتاد که دنیا بالاتفاق میبینه که امریکا و اسرائیل علیه مردم ایران جنگی رو شروع کردن که کاملا غیر قانونی بود. اساساً اگر قرار باشه که ملت ها رشد بکنن جایی برای اونها باقی نخواهد موند، که چون اونا اصلا همزیستیشون مسالمت آمیز نیست، غیر سلطه طلبی نیست. آقای ترامپ رو نگاه بکنید، به صراحت داره میگه که اول ما در قالب رقابت صحیح و قانونی نمی گنجه، در قالب سلطه طلبی می گنجه. به همین دلیل هستش که این امکان زیستن در چارچوب قانون برای اونها فراهم نمیشه. And following on from that, then, in your view, what would you say has distinguished Iran in its confrontation with the United States and the global tide of domination? اگر فقط پرونده هسته ایران رو نگاه کنیم که در 20 سال گذشته کشور ما درگیر اون هست، حرف ایران یک چیزه: ما باید توانایی استفاده از علوم و فناوری‌های روز دنیا رو در چارچوب قوانین بین المللی پذیرفته شده داشته باشیم. امریکا داره چی میگه؟ میگه شما باید اون چیزی را که من میگم در اون چارچوب عمل بکنید. خودش رو جای قانون داره دقیقاً میگذاره. یعنی همون قوانینی که وضع شده در دنیا، در شورای امنیت، در چارچوبه های دیگه که به همه دنیا هم تحمیل کردن، همون رو هم نمیتونه بپذیره. اساساً معنای این حرف این هستش که دنیا بر اساس سلطه‌گری من باید بچرخه و این اون چیزی است که سبب درگیری کشور ما با اونها رو فراهم آورده. به صراحت هم گفته دیگران باید تسلیم من باشن و اگر ملتی بخواد مستقل زندگی بکنه و در چارچوب قوانین زندگی بکنه و توحش جنگلی امریکا رو نخواد بپذیره، خواه نخواه درگیر میشه. طبیعتاً در دنیای چنین چارچوب، در این چارچوب وقتی که ما دنیا رو ببینیم، کشورها رو ببینیم، با کشورها تعاملمون بر این اساس باشه، جایی برای اخلاق نیست. وقتی برای قانون جایی نیست، برای اخلاق هم طبیعتاً جایی نیست. اخلاق یک گام شاید جلوتر از قانون باشه. به هر حال قوانین خشک هستن، اخلاق تعاملگراتر هستن، اخلاقیات انسانها رو به جور دیگه میتونن ببینن. اصلا این نگاه اول آمریکا یک کلمه، یک جمله و یک هدف گذاری وحشیانه است. بخشی از مردم دنیا رو، اینها رو با زور، با قلدری نسبت به دیگران پیشگام کردن، برتری دادن، نجات پرستانه است و این کلام جایی برای اخلاق و اخلاق مداری، نه اینکه بگیم این موضوع ترامپ. پیشینه امریکا رو اگر نگاه بکنیم در این چارچوب گفته، این به لفظ میاره و این اون دنیایی است که امریکایی‌ها دارن ترسیم میکنن و آگاهی ملت ها هر چی داره میره پیش میره، طبیعتا این نوع منطق رو نخواهد پذیرفت. And lastly, and thank you very much for your patience with us, but the last question is a question that pertains to all of us, actually, and
we do need direction. We want to know how Social Rights Ireland, how our group, how in fact the international community at large, how human rights activists, how independent media and others can confront these policies and this dominant current. امروزه عصر تکنولوژیه، عصر پیشرفته، عصر حضور بیشتر مردم هست، عصر تصمیم گیری های مردمی است به جای دولت ها. جای اینها داره عوض میشه با هم. ما در جنگ غزه اگر ملاحظه بفرمایید، جنایات اسرائیل کاملا در جلوی چشم مردم دنیا وقتی اتفاق افتاد، مردم دنیا یک دست صرف نظر از ملیت‌هایشون به خاطر انسانیت احساس همدردی و یگانگی کردن. جامعه هنری رو دیدیم، جامعه ورزشی رو دیدیم، جامعه همه مجامع اجتماعی و گروه‌ها و فعالین به تحرک افتادن. این نه اینکه اسرائیل در این مقطع زمانی جنایت خاصی بیشتر از قبل هم انجام داده باشه. اگه تاریخ 80 ساله مجموعه صهیونیستی رو ما نگاه بکنیم، شاید بدتر از این هم انجام داده بود. منتها اینا در خفا انجام شد، چون سلطه رسانه و فعالیت‌ها در دست دولت‌ها بود، اجازه نمیدادن اینا دیده بشه. امروز اینجوری نیست. امروز ملت‌ها آگاه شدن، امروز مردم میبینن، امروز جامعه جهانی دهکده شده و در جلوی چشم مردم دنیا همه این اتفاقات داره میفته و وقتی که اینجوری داره انجام میشه این کار، ما طبیعتا میبینیم که حضور این گروه ها، فعالین حقوق بشری، فعالینی که در مورد مسائل بشریت دغدغه دارن و دردمند هستند، اینها به تحرک در میان. طبیعتا باید همدیگر رو هم پیدا بکنن در کشورهای مختلف. همونطور که دنیا راجع به غزه واکنش نشون داد، طبیعتا راجع به کودکان مینابی هم ما شاهدش بودیم که دنیا واکنش نشون داد. نمیتونیم بگیم جامعه ایرلند یه جامعه مختص خودشه، جامعه ایران یه مختص خودشه، فلسطین یک جامعه مختص خودشه. همه بشریت یک پیکره هستند. سعدی ما، شاعر نامدار کشور ما، میگفت که بشر بنی آدم اعضای یکدیگرند. بنی آدم اعضای یکدیگرند، این مفهومش اینه که همه یک پیکر هستیم، اعضای مجزایی هستیم که هر جایی به درد بیاد اون کل انسان دردمند میشه، همه اعضا دردمند میشن. Thank you. Thank you very much. Mr. Saeed Mohammed Javed Hashimnejad, thank you very much. Just to remind people that you are the Secretary General of the Habilian Association. It's a very important association that, takes a special interest in particular in Iranian families of terrorism victims. And everyone can follow your page on Instagram, look up the website and be more supportive. And as you said, that's some very important advice to all of us, particularly those of us who are in the West, who are often wondering, what can we do? We can all play our part. We can all raise our voices for the victims, the innocent victims of US-Israeli terrorism. And in particular today, on the 4th of June, we want to dedicate this interview to the children of Minab, to their teachers as well, to their families, to the wider community who are still mourning the loss of these innocent victims of Zionist terrorism. And we are thinking of you. We also want to thank Iran for all that it is doing in confronting this terrorist entity, because this is a fight, an existential fight, not only for Iran, but for humanity. So thank you deeply. Revolutionary greetings from Ireland, and we hope to meet again. خیلی متشکرم. انشالله امیدواریم در سایه همکاری هایی که فعالین حقوق بشر از کشورهای مختلف دارند بتونیم کسانی که بهشون ظلم شده، چه کودک باشن، چه بزرگسال باشن، چه زنان باشن، جامعه جهانی را نسبت به اهداف سلطه‌گران و کسانی که هنوز در ذهنیت استعماری به سر میبرند آگاهتر بکنیم و دردهای بشریت رو بتونیم در سایه همکاری با هم دیگه کم بکنیم.